یا خدا. دوستان این بچه زیبایی که میبینید متاسفانه با من خیلی اوکیه ها، ولی از اصلاح خیلی بدش میاد. بیا اینجا بغلم بابا، بیا بغلم، بیا بابا بوس بده، بوس بوس بوس، بیا بوس بده جونم. میبینید با من هیچ مشکلی نداره، فقط از شونه و اصلاح و اینجور چیزا بدش میاد. بریم ببینیم میتونیم اصلاحش بکنیم یا نه. بیا بغلم بابا. خب دوستان فعلا با شونه اوکیش کردیم، ریاکشنش کلا صفر شده یا خیلی کم شده. نه چرا آخه بابا؟ چرا آخه؟ مگه من چه هیزومتری به تو فروختم؟ ها؟ مگه من چیکار کردم تو رو که نمیذاری؟ ببین اینجا. نه زشته بابا، زشت. عجبا. دوستان به خاطر این کارو میکنه این بچه، چون متاسفانه باهاش گازبازی زیاد شده و عادت کرده، دست میره تو صورتش، دوست داره گازبازی بکنه و توی بچگی این اتفاق میفته. وقتی بزرگ میشن تبدیل واقعی میشه. خب حالا چیکار کنیم که گازمون نگیره؟ این مسئله کاملا ربط داره به حسی که من بهش وارد میکنم. اگر ازش بترسم گازم میگیره، ولی ازش نترسم ازش، ببین به همین سادگی. ببوسم بده بابا. خیش. اینم از اتمام کار بچه‌ای که نمیذاش اصلا بهش دست بزنیم و کلا به دست ریاکشن داره. آره بابا الان دیگه لیس میزنه.